دوستان عزیز السلام علیکم. امروز 26 اپریل سال 2026 قرار داریم در دهه چورباغ. یادتون باشد ما روزهای کنیکول، روزهای استراحت مکتب بچه ها قطعی پیستش نوندگی بودیم. عسکری سنگودوک گفتم، لشکری سنگودوک. پیسته ما منم خیلی برآمد، تقریبا 50% برآمد. بسیار جاش نبرآمد، چون که ما باید خطاگی راه دادیم که چون پیسته رو نیش نزنانده شنوندیم. پیسته رو اگر ما نیش میزنوندیم بعد میشنوندیم بهتر بود. نبینید خیلی اکنون دویم از ممکن ممکن یک جاش 40% برآمدگی است و اون طرفش بسیار برآمدگی است. ببینید اون طرفش یک 40% برآمدگی است، این طرفش یک 30% برآمدگی است. این خدا میدونه دیگه براید ما آب دادمون در کار. بعد از یک ماه خریداران میتونن مراجعت کنن این پیسته رو برده شنونن. من همدیران عزیز، این تاریخ پیسته شنونی ما بود، تجربه پیسته شنونی ما بود، تجربه ما نو سر شد. من همدیران عزیز، با کدام معقول باشد یک لایک مونید، یک سخنی خوبی نویسید، در پناه خدا باشید، ابونه شوید به کانال ما.